I think storytelling is one of the best ways to به heal. نظر من داستانگویی یکی از بهترین روش‌های درمانه و من فکر می‌کنم باعث میشه ما با تجربیاتمون کامل بشیم. به نظرم داستانگویی کمک میکنه ترسامون رو مهار کنیم و باهاشون روبرو بشیم. راجع بهشون حرف بزنیم و بعد ازشون رها بشیم. داشتن یه فضایی که همچین امکانی رو بهت بده و جمعی که تو رو دعوت به داستانگویی بکنه و همین رو ازت بخواد خیلی بهت کمک میکنه. و تو حس نمی کنی که از سر خودخواهی داری داستانت رو روایت میکنی، بلکه روایت میکنی چون بقیه میخوان داستانت رو بشنون. من فکر میکنم بیشتر مواقع وقتی اتفاقی برامون میفته ما راجبش حرف نمیزنیم، چون فکر میکنیم بقیه دلشون نمیخواد چیزی در این باره بشنون، یا فکر میکنیم تجربه سختی داشتیم و درست نیست راجبش حرف بزنیم. در ضمن تجربه تلخی هم بوده و دلمون نمیخواد بقیه رو به وحشت بندازیم. اما به نظر من اتفاقا بقیه دلشون میخواد داستانت رو بشنون و اونایی که خودشون هم مشکلاتی دارن با شنیدن داستان تو امیدوار میشن چون میفهمن تنها نیستن. با اینکه ماها هر کدوم مشکلات خاص خودمون رو داریم، اما رشته‌ها و پیوندهای جهانی همه ما رو به هم وصل میکنن تا ما داستانهامون رو با هم در میون بذاریم و از همدیگه یاد بگیریم. بدون شک من از آدمای زیادی که حاضر شدن تجربهشون رو با من در میون بذارن درس گرفتم. برای همین خیلی خوشحالم از اینکه منم حلقه از این زنجیره هستم و در جمعی قرار گرفتم که آدماش امید، الهام، راهنمایی، حمایت و شادی رو در داستانهای دیگران جستجو میکنن. این کاری استفاده مدرن از یک سنت چند هزار ساله است که ما با داستان گفتن تجربه هامون رو و اونچه به سرمون می اومد رو به صورت داستان برای دیگران بازگو می کردیم تا با زنده نگه داشتن این داستان ها از اونها درس بگیریم و به جلو حرکت کنیم.